Özge Özpirinci. özge نسبت به باز بودن درای کمد و کابینت ها وسواس داره و وقتی یکی از این درا باز باشه اصلاً خوابش نمیبره. در نتیجه قبل از خواب یکی یکی همه درا رو چک میکنه که بسته باشن. نیلپری شاهینکایا. اون روی برنامه ریزیش وسواس شدیدی داره. همیشه از یک شنبه برنامه کل هفتهش رو مشخص میکنه، چون یهویی هیچ کاریو نمیتونه انجام بده. اون میگه مثلا اگه تو خونه بیکار نشسته باشم و یهویی دوستم زنگ بزنه و بگه قهوه بخوریم نزدیکای خونتونم، چون یهویی قبول نمیکنم. داملا سونمز. داملا روی لاک ناخنای دست و پاش خیلی وسواس داره. یا باید هر دو لاک نداشته باشن یا با هم دیگه لاک داشته باشن. تازه رنگ و مدل لاک دست و پاشم اصلا نباید با هم اختلافی داشته باشن، وگرنه اون اصلا نمیتونه تحملشون کنه. برج ازبرگ. وسواس فکری برجو روی داشتن کفشه. جوری که هر چی کفش داشته باشه بازم کمه و دلش میخواد به تعداد نامحدود از هر مدلی کفش داشته باشه. آسلیحان مالبورا. آسلیحان وقتی از خونه میخواد بیاد بیرون بد جوری واسه قفل کردن در با خودش درگیره. اون اول در رو قفل میکنه، بعد دستگیره رو میکشه تا مطمئن شه قفل شده یا نه. بعدش 2-3 قدم میره جلو، شک میکنه که قفل کرده بود یا نه. پس برمیگرده، در رو دوباره از اول قفل میکنه. جان یامان. جان نسبت به اندازه جیب لباساش وسواس داره و لباسای اون باید جیبای گشاد و عمیقی داشته باشن، چون از اونجایی که به کیف علاقه‌ای نداره همیشه جیباش پر از چیزای مختلفه. برگزار کورال. برگزار نسبت به هیچی وسواس نداره جز جلوک دریایی و حتی از فکر پا گذاشتن روی اونم تمام بدنش مرمور میشه. دنیز بایسال. این بازیگر شدیداً روی وقت شناس بودن وسواس داره و این باعث شده هر وقت که بخواد جایی بره به خاطر وسواس زیادی که به خرج میده تا به موقع برسه یه اتفاقی براش بیفته و دیر برسه. کرم بورسین. کرم توی انجام 2 کار وسواس عجیبی داره. یکی دوش گرفتن، یکی ادکلن زدن. اون وقتی دوش میگیره حتما باید اول سرشو شامپو بزنه، بعد بدنشو بشوره و اصلا امکان نداره برخلاف این ترتیب انجام بده. وقتی هم که عطر میزنه اونو باید حتما 3 بار، نه بیشتر و نه کمتر، کف دستش اسپری کنه و بعد دستش رو به حالت ایکس دور گردنش بماله. برانسات. بران بعد از بازی کردن در نقش بهتر در سریال عشق ممنوع به طرز وسواسگونه‌ای عاشق جواهرات شد، جوری که مقدار زیادی از درآمدش رو هم صرف خرید جواهرات می‌کرد. ایرم حلواجی‌اولو. این بازیگر به شدت روی ابروهاش وسواس داره و اگه یه روز ابروهاش باب میلش نباشه احساس بدی پیدا میکنه و نمیتونه با محیطی که توی اون قرار داره سازگار بشه، چون حس میکنه همه به ابروهاش زل زدن. بیرجه آکالای. بیرجه از اون دسته از بازیگراست که روی منظم و مرتب بودن وسواس عجیبی داره و خیلی هم دقیقه و جایی که اون باشه نامرتبی و بی‌انضباطی معنی نداره. دمت özdemir. دمت روی موهاش خیلی وسواس داره و دوست داره در تمام عمرش موهای بلند، پر و سالمی داشته باشه. واسه همین با اینکه برنامه کاری شلوغی داره اما از مراقبت از اونا غافل نمیشه و حتی در روزای یک شنبه روتین مراقبت از موهای خودش رو با یه آهنگ آرام بخش باید انجام بده. ازگی مولا.
ازگی عاشق حیوان خونگیه، اما نسبت به موهای اونا وسواس شدیدی داره. واسه همین روزی 3 بار خونش رو از بالا تا پایین جارو میکشه و خیلی هم از این کارش لذت میبره. دیلان چیچک دنیس. دیلان به طرز وسواسگونه‌ای عاشق نوشتنه و در این مورد میگه حس میکنم با دیلان‌های دیگه‌ای که در جهان‌های موازی زندگی میکنن در ارتباطم. علاوه بر اون وقتی که دیلان یک کاری رو شروع میکنه تا اونو تموم نکنه از استراحت خبری نیست. جیم هیلماز. جیم هیلماز، این کمدین معروف، همیشه قبل از روی صحنه رفتن باید توی پشت صحنه روی مبل چرت بزنه، تا جایی که خیلی وقتا پیش میاد با آثار بالشت روی صورتش روی صحنه میره. اون به قدری روی انجام این کار وسواس داره که فکر میکنه اگه این کارو نکنه حتما اجراشو خراب میکنه. هازال کایا. بارزترین وسواس فکری هازال روی اعداد فرده و اون همه کاراشو بر اساس اعداد فرد انجام میده. صدا سایان. این خواننده و بازیگر ترک نسبت به گل رز وسواس عجیبی داره و باید توی آبی که می نوشه حتما یه برگ گل رز باشه و حتی دیده شده گاهی لبه بشقاب غذاش هم برگ گل رز میذاره. مورات بوز. مورات نسبت به سیب سبز وسواس عجیبی داره و وقتی یه سیب سبز میبینه نمیتونه از خوردنش صرف نظر کنه و اگه یه سیب ببینه و نتونه اونو بخوره اشک توی چشماش حلقه میزنه. اون میگه سخت‌ترین لحظه برای من وقتیه که طرفدارام توی کنسرت سیب روی صحنه بندازن. حالیت ارگنج. وسواس این بازیگر روی بیش از حد کمالگرا بودنشه، تا حدی که از کارای خوبی هم که انجام میده خیلی رضایت نداره و همیشه این فکر که میتونست بهتر عمل کنه عین یه خوره توی ذهنشه. خب شما دیگه چه بازیگرایی رو میشناسین که وسواسای عجیب و غریبی دارن؟ اسم اونا رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و عضویت در کانال ما رو هم فراموش نکنین.